انشاءالله امروز ما و شما در این درس آیه اول و دوم سوره و سوم سوره فاتحه را میخوانیم انشاءالله و در باب قواعد اسم را میخوانیم و در نکات تربیتی هم در آخر داریم که با هم شریک میسازیم بخیر. عزیزان گرامی، سورة الفاتحه که همه ما و شما با او آشنا هستیم، یک معرفی مختصری و ای است که این سوره مبارکه اولین سوره است که به شکل مکمل بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. از این سوره پیش آیات نازل شده بود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات سوره العلق، سوره المدثر، سوره المزمل، لیکن به شکل مکمل که یک سوره نازل میشه او سوره الفاتحه است و بالکل در ابتدا و در آغاز نبوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره نازل شده. به همین خاطر هیچ وقت نماز بدون سوره فاتحه نبوده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم که نماز را آغاز فرمود و شروع کرد سوره فاتحه نازل شده بود. فلهذا از اولین سوره هایی که به شکل مکمل نازل شده سوره الفاتحه است. سوره الفاتحه بسیار زیاد سوره با ارزش است، بسیار زیاد مهم است. علما می فرماید که سوره الفاتحه خلاصه تمام قرآن کریم است و شاید سر تلاوت سوره فاتحه در هر رکعت به همین خاطر است که در هر رکعت تمام مفاهیم در ذهن مسلمان تجسیم شوه و مستحضر شوه. سوره الفاتحه سوره است که به ما و شما در هر نماز بلکه در هر رکعت حکم شده که را بخوانیم. هیچ نماز بدون سوره فاتحه نیست. رکعتای خالی که ما و شما داریم در اون سوره فاتحه ضروری هست. فهمیدین؟ عزیزان گرامی، این سوره فاتحه شما میفهمین که یک مسلمان چند مرتبه ای را در روز میخوانه؟ 32 بار. یعنی شما از این بفهمین که چقدر مهم است که به خواندن، یعنی به شکل عادی که فقط فرائض و سنن رواتب را ما بخوانیم 32 رکعت میشه. اگر نوافل باشه و تهجد باشه و نماز اشراق باشه و دیگه مستحبات باشه، این خب بسیار زیاد میشه. لیکن گاهی آیا ما فکر کردیم که چرا این سوره فاتحه به این قدر اهمیتی که داره، از این چرا ما غافل هستیم؟ حتی کسایی است که معنای عادی و ترجمه لفظی را نمیفهمند. این موضوع بسیار زیاد موضوع قابل فکر است. ما فکر میکنیم که اگر سوره فاتحه به شکل درست انسان او را یاد بگیره، اول خو نماز او معیاری میشه، دیره که اساسی ترین سوره است که در نماز خوانده میشه. بعد از این مفاهیم که در کل قرآن کریم آمده به او مستحضر میشه. قضیه عقیده مستحضر است، توحید الله رب العالمین، ربوبیت، باز الله رب العالمین، صفات الله رب العالمین، باز قضیه آخرت، بعد از او خلقت انسان و هدف او، و بعد از او سلسله انبیاء و کل چیزا در این سوره هست. فلهذا ما و شما بخیر از این سوره مبارکه آغاز میکنیم. شما میفهمین این چیزایی که برنگ سرخ نوشته شده کلمات، اگر یک مسلمان فقط ترجمه تعوذ
و سوره فاتحه را یاد بگیره، این قدر ترجمه را خود به خود در قرآن یاد میگیره، در هر صفحه. فلهذا ما و شما به این سوره عظیم آغاز میکنیم، اول تلاوتی آیت را میکنیم و بعد از اون انشاءالله به تفصیلی میپردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عین را صحیح بخوانین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. شما بخونید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 رحيمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم میخوانید شما، حا بخوانید. الرحيم. الرحيم. پیش برین. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. انشاءالله شما بخوانید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. شکر. در اخیر کی هستن او برادر؟ نه از شما هستن. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن اعوذ بالله رب بخوانید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. از این گروپ هم کسی بخوان شما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا. الا حمد نخوانين. الحمد ما بخوانين؟ من شما برادر؟ ال نخوانين. الحمد پیش بخوانين. پیش الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. كم بالای گلون انتشار وارد کنین کی عین شوا. رب العالمين. رب العالمين عينس. رب العالمين. رب العالمين. ده شما تمرين بکنین که عین و همزه متفاوت است، فرق داره چی هست. جزاكم الله خيرا. بسم برما ترجمه میکنیم با زبان داری با اسم خو اسم است، در زبان خود ما و شما ما اسم میگویم. اسمتان چی هست؟ و بسیار کلمات قرآنی در زبان خود ما و شما است. اسم و اسماء در قرآن کریم 39 بار آمده و نام اسم معنای اسم چی هست؟ نام که جمع او اسماء هست. فاسماء چی معنی؟ نام ها. اسماء ولله الاسماء الحسنى.
پس ترجمه الله این لفظ عظیم و مبارک که دیروز ما در موردش گفتیم. پس ترجمه کنین ترجمه لفظی به اسم الله، بنام الله. الرحمن، الرحمن، الرحمن صفت ای لفظ ای نام مبارک اسم مبارک است. الرحمن بی نهایت مهربان. را حامیم که شما میبینین این مادهش است، از این گرفته شده رحم. الرحمن علما می فرمایا که الرحمن این نوع کلمات الرحمن معنای جوش و فوران را افاده میکنه. به وزن ای وزن فعلان است. وزن به وزن هر لفظ و هر صفتی که می آیا دو معنای جوش و فوران هست. مثلا کسی که قهر میشه او را در عربی غاضب میگوید، لیکن وقتی که شما بگوی غضبان با وزن رحمان است، نه معنیش است که او شخصی که در غصه و در قهر به نهایت خود رسیده. غضبان. عاطش چی را میگوید؟ تشنه. لیکن وقتی که شما گفتین عطشان، عطشان یعنی انقدر تشنه که به نهایتا زیاد تشنه. فلهذا ما شما وقتی که این لفظ مبارک را خواندیم الرحمن یعنی او ذاتی که در رحمت و در مهربانی ها و در انعامات و در افضالی که بالای بندگان خود داره دو جوشش جوش و فوران هست. مثل که فواره شما میبینین که امیطور دو فوران است و جوش است. الرحمن یعنی او ذاتی که رحمتی او سبحانه و تعالی یعنی مثل امواجی هست، مثل فواره روان و چی هست که دو امی قسم جوش است. این کلمه و لفظ مبارک الرحمن از 50 بار بیشتر در قرآن عظیم الشان استعمال شده. الرحمن. الرحیم بسیار زیاد با رحم، با وزن فعیل یعنی رحیم کلمه و لفظ عربی که می آیا علماء لغت می فرمایند که دو معنای تسلسل و دوام است. مثلا جمیل وزنش چی است؟ فعیل. رحیم وزنش چی است؟ فعیل. جمیل چی را می گوین؟ زیبا. ما زیبا او شخص را نمی گویم که زیبا خو نیست لیکن کمی خود زیبا کرده میکاپ کرده او جمیل. جمیل او را گفته میشه که امیطور مسلسل یعنی موقتی زیبایی نداره. فهمیدین نه؟ یا مثلا کریم که با وزن فعیل است. ما کریم او شخص را گفته نمیتوانیم که امی قسم طبیعتش خو بسیار بخیل است و بخل است، کدام روز از جیبش یک چند تنگه برآمده باز او را بگویم که بسیار کریم است. او کریم نیست. فهمیدی؟ کریم او شخص را گفته میشه که مسلسل به شکل دوامدار ای صفت دارای ای صفت هست. پس تصور کنین عزیزان گرامی، او ذاتی که بگونه مسلسل و به شکل مداوم بدون انقطاع بالای بندگان خود رحم میکنه. ما شما هم گاهی ترحم میکنیم لیکن موقتی و آنی هست. طبیعت ما که جور باشه خو جور است. اگر خراب شو امو انسان رحیم و شفیق را میبینی که از او یک چیزی جور میشه که بس قارش چی نمیشه. پس عزیزان گرامی ما وقتی که میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، شما
امو فوران و جوش که در رحم و مهربانی الله رب العالمین است او را با تسلسل ضرب بتن که او ذات چقدر با رحم است. یعنی اصلا در تصور انسان نمی آید که رحم و شفقت و مهربانی و رأفت و فضل او را که انسان ببینه تصورم کرده نمیتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اگر ما وقتی که بسم الله را میخوانیم کامی برحمت های الله رب العالمین متوجه شویم. این قرآن کریم که فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های الله رب العالمین را حساب بکنین ایرا احصایه کرده نمیتانین. دی مبالغه نیست، این واقعیت است، بالکل واقعیت است. شما ببینین که الله رب العالمین از روزی که ما شما به دنیا آمدیم بلکه پیش از اینکه به دنیا بیاییم و مسلسل اهتمام به ما و شما شروع شده، به محبت، به مهربانی و به شفقت الله رب العالمین به ما و شما توجه می فرماید. عنایاتش جاری هست. در شکم مادر اونجا اهتمام رزق فرموده. او یک راه که چه شوه به انسان که برای فورا دو راه به او دو ذخیره و دو خزانه در خدمت او هست. و بعد از او شما ببینین که الله رب العالمین یکی ما و شما به بازار نرفتیم که برای خود یک دو جوره گوشت خریده باشیم. زنه میره گوشواره میخره لیکن گوشت کسی نخریده. یک عدد بینی خریده باشه، یک دو عدد چشم برای خود خریده باشه. کسی را دیدین؟ یہ از کجا آمده؟ کدام روز فکر کردین؟ عزیزان گرامی، یہ عقل انسان که در حقیقت ای اساس تکلیف انسان است، فارق بین حیوان و انسان است. ای را انسان ببینه و بعض ببینه در اطراف در ماحول خود مانند والدین نعمت به ما و شما عطا کرده، مانند اولاد، اقارب، دوستا، عزیزان. بس شما میبینین که الله رب العالمین تمام او ضروریاتی که یک انسان و یک مخلوق به او ضرورت داره به یک قدر وفرت تو را پیدا کرده که اگر یک چند سال پیش که اینجا کرونا آمده بود، اما اکسیژن چقدر قیمت شده بود. الحمدلله که از او وبا خو نجات یافتیم. بعضی دوستای ما رفتن در مو وبا، خداوند مغفرتشان فرماید. یعنی نوبت نبود با همی چی. اگر همی اکسیژن با پول می بود، این سرمایه‌دارای ما خو یک چند روز زندگی می کردن و این فقیران مو روز چی می شود؟ به خاطر ای که از نان می تانیم که یک چند روز گزاره بکنیم، از آب می تانیم، لیکن اکسیژن که نرسه به حجرات ما و به دماغ ما چند لحظه هم نمیتونیم زندگی کنیم. عزیزان گرامی، مشکل ای است که انسان این نعمت را فراموش میکنه. به همین خاطر است که اینجا که آمده الرحمن الرحیم، او ذاتی که رحمت او در فوران و در جوش است، کم کم نمیته. این طور نیست که یک سال رحیم است و دیگه سال باز نیست. این طور نیست که به افغانستان مهربان است و به هندوستان مهربان نیست. رحمت او عام است، دو او جوش است، دو او فوران هست، دو او تسلسل هست. عزیزان گرامی، بعضی از نعمت ها خو قسمی است که اصلا ما و شما به خاطری که عادی شدیم به او، اصلا او را چیم نعمت هم نمیبینیم. یک کسی را میبینی شیردان را باز کرده و میطور آب روان است. او بنده خدا یک قطره ای چقدر نعمت است. شما خواست کسای پرسان کنین که از این آب شیرین محروم است که ده چی حال است. یک کسی با ما قصه کرد که او یک شخص را دیده که چشمش جور بود، فقط همی اتومات چشمش خراب شده بود. این را شما چی میگوین؟
پلک زدن. وقتی که چرا میدید، چرا باز میکرد، میدید بازی چی شد، پایین میفت. او میگفت که اگر کسی این سیستم مرا جور کنه، چیزی که داریم ما هم دستیم که به او بدیم. یعنی گرامی ما و شما نعمت های داریم که اصلا در قصه او نیستیم، فکرم نکردیم. باز الله رب العالمین به این مهربانیش حفاظت ما را فرموده، اینکه ما و شما محفوظ هستیم، به زور خود نیستیم. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. 80% آبادی ما و شما فی الحال هم در کوه زندگی میکنیم. کدام روز اگر شما شنیده باشی از کدام کوچی که کدام حشره در بینیش رفته باشه، حشرات همی چی در سوراخا میرن، نه؟ این سوراخا چرا نمیره؟ در اینجا چرا نمیره؟ در حفاظت این محفوظ است. و ان علیکم لحافظین. عزیزان گرامی، بسم الله را که ما شما میخوانیم اینطور تصور نکنین که بس الرحمن الرحیم آمده و چی است. از ما و شما میخواه که فهمیده این بعدی را بخوانیم، فهمیده رحمت های بی پایان الله رب العالمین را تصور کنیم و را احساس کنیم. بنده خو مانده است، اگر این بنده به خودش حواله میشد امو روز از بین میره. بنده چی وسائل داره که هر قدر که کلان باشه بسیار خرد است، این چیزم نیست. فهمیدین؟ این ذات الرحمن الرحیم است که بر اساس رحمتی که در او جوش است، در او فوران است، و رحمتی که در او تسلسل است، با اساس او انسان زندگی داره و حیات داره. و کائنات دیگر که ببینین، علما میگوین که با امی فاصله که از ما و شما آفتاب داره، کمی از این فاصله دور میشد، با این کره زمین انسانا و مخلوق منجمد میشد از خنک، و اگر کمی نزدیک میشد یک کباب میشد کلش. یک ذات است که را کنترل میکنه، اداره میکنه و برحمت به مهربانی تمامی کار میکنه، به شفقت به مخلوق. الرحمن مبالغه به می خاطر است. رحمان و رحیم اردو از یک ماده هست، لیکن قاعده ای است که وقتی که شما یک سخن میگوین و بفهمین که حقی و ادا نشده، یک کلمه دیگر هم اضافه میکنین. وقتی که شما میگوین که فلان بسیار سخی است، لیکن که دیدین که سخاوت او بسیار چی هست، باز میگوین که سخی حاتم تایی است. فهمیدین؟ این مبالغه هست. الرحمن او رحمانیت الله رب العالمین را یعنی کفایت نکرده، بس فرموده الرحیم، الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، دی بسم الله ما و شما یک عادت که ازی بسم الله من بعد ما و شما بگیریم ای است که قبل از آغاز هر کار ما به این نام مبارک کار خود را آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حد اقل 3 فایده ای داره هر کار که با بسم الله آغاز شود. اولین فایدهش ای است که انسان با بسم الله که یک کار را آغاز میکنه از نقطه درست آغاز میکنه. بسیاری کارهای ما و شما به این خاطر خراب است که ما از نقطه درست آغاز نکردیم. یک تاجر است از نقطه غلط آغاز کرده، به این خاطر به چی نرسید. یک محصل است درست آغاز نکرده، به انجام درست نرسیده. ما وقتی که بسم الله را بگوییم و به این نام مبارک آغاز بکنیم، از بسیاری گناه ها در امان میشیم. زیرا که به خو انسان خجالت میکشه که یک کاری گناه را بکنه و بگوید که بسم الله جیب فلان را میزنیم، بسم الله فلان را میکشیم. مسلمان با خو بسم الله نمیگوید. و بسم الله که میگوید طبیعی است که او میبینه که کارش جایز است یا نیست، کارش صحیح است یا نه.
شما کدام دزدی را ندیده باشین که دزدی را با بسم الله آغاز کنه یا بسم الله نمیخوانه، اصلا اگر میخوانه دزدی نمیکنه. فهمیدین؟ فلهذا عادت مسلمان باشه که هر کار را به چی آغاز کنه؟ سومین فایده ای است عزیزان گرامی که در او کاری که به بسم الله به این نام مبارک آغاز شوه خامخا دو برکت میفته، و مبارک میشه، به نام مبارک آغاز شده، آغازش مبارک و اختتامش مبارک. بسم الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که اگر کسی با بسم الله آغاز نکنه خوردن خود را، شیطان دو شامل میشه. در امی وقت شام شیطانا منتشر میشه، جنیات، و در خانه ای که اونجا طعام با بسم الله آغاز نشده، این شیاطین میگوید که نانم تیار است و شب بدوبش اوتلم منجا است، از بسم الله دور هستند. بسم الله که بگوید میگوید که از نان خو محروم شدیم. اگر داخله به بسم الله شده باشه در خانه میگه اوتلم نیست، چی کنیم؟ میبره. فهمیدین؟ با بسم الله آغاز کردن خامخا دو الله رب العالمین برکت عطا میکنه. عزیزان گرامی، یک نقطه را باید داشته باشیم، به هر اندازی که ما در صفات الله رب العالمین فکر بکنیم، مثلا این موضوع رحمانیت است، از خود شروع کنیم، از یک گوش سیستم سماعت شروع کنیم و در داخلی سیستم هایی که هست فکر بکنین، از چشم شروع کنین و از یک چی شروع کنین و تفکر کرده برین و بعد از او به هر اندازی که معرفت صفات الله رب العالمین به انسان حاصل شوه، با امو اندازه بسم الله الرحمن الرحیم تأثیرات خود را دار. لیکن اگر توتی گونه باشه پس همینطور میخوانیم دیگه، میخوانیم. خصوصا استادای علوم طبیعی، ساینس، دکترها، یک دوست ما در یک درس گفته، از کسی قصه کرد که اگر کسی عادی گمراه میشه خو خیر است به او گزاره میکنیم، لیکن یک دکتر اگر گمراه میشه از کشتن است، که کل اناتومی را مطالعه کرده و کل سیستم ها را دیده به دقت، بازم این دو میشه و کافر میشه. به هر اندازه که انسان در این صفات فکر میکنه، به همین خاطر است که علمای امت و صلحا و همیشه چی کرده؟ توصیه کرده. شیخ سعدی رحمت الله علیه درست فرموده، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورق دفتریست معرفت کردگار. لیکن مشکل دی است که کسی تفکر نمیکنه. دی علما فرمودن به کسی که در از آسمان فقط آسمان آبی، رنگ آبی معلوم میشه و در زمین برش فقط رنگ خاکستری معلوم میشه یا چی، میگه بین او و بین حمار هیچ تفاوت نیست، بین او و بین حمار، زیرا که امی رنگ خوب میبینه. خب ماورای رنگ چیزی مطلوب است از تو، بس تو خو یک عقل داده شد. ای عادت اول. عادت دوم ای عزیزان گرامی که از بسم الله ما و شما یاد، ای عادت به این خاطر است که ما و شما با یک سیستم درس میخوانیم که ای جزء زندگی ما شوه. بسم الله الرحمن الرحیم را خوب بسیار زیاد خواندیم، لیکن عادات که ما میگویم که جزء زندگی ما شوه. در هر وقت، در حالت خوشی و در حالت خصوصا در حالت خوشی الله رب العالمین را فراموش نکنیم، احسانات او را فراموش نکنیم. عموما طبیعت انسانی ای است که در مشکل و در چی کمی رو میاره به طرف الله رب العالمین، لیکن کس وقتی که در خوشحالی باشه، جیب از دلار پر است، کندو از گندم و از چی پر است و موتر هست و وسایل است، میگه چی چیز نیاز داره،
چی میشه؟ بسیار میتور از گیر میبره انسان، مغرور میشه، با مشکلات که روبرو میشه، بس هر دقیقه یا الله تو این کار مرا لجور کو، ولی مریض شد. مسلمان ای است که طبیعتش، اسلام طبیعت مسلمان را قسم تهذیب میکنه که در هر دو حالت متوازن باشه. با امی خاطر در هر حالت به او خیر است. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له و ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. عزیزان گرامی، عادت سوم ای است که ما از بسم الله او را یاد بگیریم که همیشه در حق الله رب العالمین گمان نیک را داشته باشیم. این موضوع را فهمیدیم و سخت ضرور است. گمان نیک به الله رب العالمین این اساس تربیت هست. اگر ما را در مشکل واقع میکنه، اگر از ما عزیزان ما را از ما میگیره، اگر از ما یحیی سنوارم میگیره، ما تفاعل نیک میکنیم، ما نیک گمان داریم به الله، زی خیر است، خامخا دی کدام خیر نهفته است. این گمان نیک در حقیقت عزیزان گرامی چیزی را که در غرب فی الحال اطباء و متخصصین طبی اونجا اکثر مریضان نفسیاتی هست، روانی مریضا هست، مریضای روانی هست، مرض روانی بسیار زیاد است، بخاطر ای که اونا از مثبت نگری محروم هستند، اونا به آخرت ایمان ندارن، خو امی دنیا هست، میگه خو این چیزا به دست آمد، ازی به بعد چی؟ ازی به بعد چی؟ ازی به یک حد رسیدن که ازی به بعد برای اونا گنگ است، ازی به بعد چی؟ و الحمدلله ایمان ما و شما خو بالکل نقشه را پیش ما و شما مانده. امروز اینجا هستیم، در راه گذر، فردا بخیر یک جای دیگه میریم، پس فردا یک جای دیگه میریم. و ما و شما خو نقشه واضح هست. اونجا اکثر دکترها که پول را زیاد کمایی میکنه امی سیکاتریست هستند. به این خاطر اونجا که میرن و یک چیزی که در نسخه های همه اونا مشترک است، یک دوا اینجا که به همه امی پاراستامول به هر کس میتا، اونجا یک چیزی که مشترک است ای است، برشان میگوین که شما پازیتیو تینکینگ داشته باشین، مثبت فکر بکنین، یعنی فکر منفی که میای او را از خود دور کنین. او یک چند لحظه مثبت فکر میکنه، از او به بعد باز منفی میشه، چون که به یک ذات اونا باور نداره، ایمان نداره که او ملجا و مأوا هست، او رحمان و رحیم است، او غفور است. فهمیدین؟ پس ای بسم الله الرحمن سکنین، الرحمن و الرحیم هم صفات الله رب العالمین است، و عزیز جبارم صفات الله رب العالمین است. چرا نفرموده که بسم الله الجبار المنتقم؟ فکر کردین دی رحمت او غالب است به قهر او، رحمت او غالب است. معنی است که انسان هیچ جای ناامیدی نیست به تو، هیچ جای در حرج ترین حالت مگر قرار بگیری، هوش کو که در ناامیدی و در یأس واقع نشوی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند، الله رب العالمین حدیث قدسی است، می فرماید انا عند ظن عبدی بی، ما مطابق گمان بندی خود به او معامله میکنیم. متاسفانه منفی تصور پیش بعضی مردم است بنزده، میگه امی سنگ امی به سر ما میفته، دیگه جای نیست که سر ما همیشه زخمی هست، امی مرا دیده که همیشه ما مریض میشیم، امی ما فقیر هستیم. این تصور دیوانگی هست، این تصور نادرست است. امو نعمتا کسی این شکایت داره و با او کسی حساب بکنه، امو انسانی که در خطرناک ترین وضعیت قرار داره
نعمتها بیشتر است از نقمتها بالایی. فهمیدین؟ به این خاطر این مثبت نگری یک صفت بسیار مهم است و ما و شما ای را از بسم الله الرحمن الرحیم او را باید یاد بگیریم، به خاطر که او بی حد و حساب مهربان است. وقتی که بی حد و حساب ذات مهربان ما و شما معامله داریم، خو انشاءالله معامله مهربانی را با ما و شما میکنه انشاءالله. عزیزان گرامی، این گمان نیک به الله رب العالمین زیاد فواید داره. از او جمله یکی از مهمترین فوائدش اطمئنان قلب است، سکون و اطمئنان. انسان برای انسان امین مثبت نگری در حق الله رب العالمین خوشحالی را به بار میاره. شما انسان را میبینین که انسان صحتمند امو انسان است که مطمئن است، چوتش خراب نیست. کاکا چطور استی؟ الحمدلله. شما از تعلیمات دین است. یک کسی را میبینی که کلی روز مزدوری کرده و خوب خسته و چی است، خوب است کاکا چطور؟ الحمدلله. این از تعلیمات دین است. لیکن اگر این فهمیده گفته شود تأثیرش بسیار زیاد است. پس با ما یک بار ترجمه بکنین. اسم الله الرحمن الرحیم. با امی تصورات عزیزان گرامی بسم الله را بخوانید. و مثل که دیروز در مورد تعوذ گفته بودیم که من بعد یک معنی دیگری باید پیدا کنه در زندگی ما، در مورد بسمله هم امی هست. بسم الله الرحمن الرحیم را شاید ما و شما زیاد خواندیم الحمدلله، لیکن این مفاهیم باید در ذهن ما و شما بیاید. یک باری را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد عزیزان گرامی در قرآن کریم از 40 بار بالا آمده. کدام جای غیر از سوره فاتحه کسی خوانده میتونه؟ الحمد لله الذي فاطر السماوات. الحمد لله الذي انزل دیگه سبحان الذي وجعل الظلمات والنور. 40 بار بیشتر آمده و هر جای دو معنا داره. اینجا که شما این را یاد بگیرین هر جای امی دو معنا هست. یک معنی او تمام انواع تعریف و ستایش. معنی دوم تمام انواع شکر. الحمد. با الحمد کی قرآن آغاز میشه عزیزان گرامی و ما و شما ای را در هر نماز در هر رکعت میخوانیم که تمام انواع ستائش و تعریف و تمام انواع و اشکال شکر ای برای کی هست؟ الله. ای طور نگفته که برای خاص برای او هست. تمام مخلوقات اگر به ما و شما وسیله خیر و خوبی شده، حتی پدر و مادر، حتی اساتذه، حتی کلانا، اونها در حقیقت مستحق حمد که ثنا و ستایش و صفت و شکر اونا ادا شوه، شکر حقیقی از اونا نیست، بخاطری که خیری که اونا رسانده، کمالی که اونا داره ذاتی نیست، این عطایی است. این را کی برشان داده؟ اگر
من حیث پدر مرا الله رب العالمین مقرر کرده خادم که خدمت اولاد خود بکنیم. مرا الله رب العالمین من حیث مزدوری اونا مقرر کرده. ما حق نداریم که به اولا احسان بکنیم. فهمیدین؟ زیرا که الله رب العالمین، کمال الله رب العالمین و صفات جمالی الله رب العالمین حقیقی هست، از دیگرها عطایی است. فهمیدین؟ ذاتی نیستن. آفتاب اگر به ما روشنی میتا و به ما حرارت میتا، الله رب العالمین او را مقرر کرده با می کار. فهمیدین؟ فلهذا ما یعنی به ای الحمد گفتن با انسان پرستی، به دنیا پرستی، یعنی ریشه کل اینا قط میشه با می یک الحمد گفتن و رابطه انسان با الله رب العالمین قائم میشه. اگر ذات است که او مستحق واقعی ثنا و صفت است، فقط ذات الله رب العالمین است. اگر مستحق واقعی شکر است، او ذات الله رب العالمین است. دیگه مخلوقات که شما میبینین نعمت هایی که یا مثلا چیزایی که به ما، احساناتی که به ما دارن، او کسبی هست، عطایی است. الله رب العالمین به اونا داده. پس ما و شما میگویم در ابتدای نماز الحمد، وی به این خاطر است که در امو آغاز رابطه یک انسان به الله رب العالمین محکم شود. ما شکر که ما مکلف هستیم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. این به این خاطر است که انسان، اسلام یک تعلیم، یک تهذیب داره که اعلی ترین آداب داره. اسلامی تعلیم داده که کسی که به شما خیر و خوبی میکنه تشکری اونو بکنن از اونا، لیکن تشکری این معنی را نداره که اونا را خدای خود بدانه. یک تهذیب است، یک تربیه هست. الحمد لله رب العالمین. لی معنی برای الله، برای الحمد لله. الحمد اول ترجمه چی کرده بودیم؟ و ترجمه دوم شکر، یعنی تمام انواع ستائش و تعریف و تمام انواع شکر لی چی معنی؟ الله، برای الله، خاص برای الله. رب العالمین. رب چی معنی؟ پروردگار. ما وقتی که پروردگار میگویم به این معنی هست که ذره ذره از موجودات را او تربیه و پرورش میکنه. فقط خود را در نظر نگیرین. مخلوقاتی است که با می چشم عادی دیده نمیشه، اورم الله رب العالمین پرورش و تربیه میکنه. به زبان عربی عزیزان گرامی رب به سه معنی آمده و این را یاد بگیرین، به خاطر این که بعضی کلمات هست که او را ما و شما استفاده میکنیم لیکن معنا و مفهوم واقعی واضح نیست. از او جمله یک کلمه رب است. رب در هر جایی که دیدین در قرآن کریم یہ سه معنی در ذهن شما باشه. اولین معنای رب مالک و آقا، مالک و آقا. دومین معنای رب مربی، یعنی پرورش کننده، پرورش کننده ای که هر لمحه خبر میگیره از هر مخلوق و نگهبانی میکنه. مربی یعنی تربیت کننده. قسم تربیت کننده نه که بیخبر هست، هر لحظه ضرورت هر مخلوق با خبر است که آلی به نان نیاز داره، آلی به اکسیژن نیاز داره، آلی به آب نیاز داره، آلی به فلان نیاز داره و فلان نیاز داره. و سومین معنای رب فرمانروا، حاکم، فرمانروا، مدبر و منتظم. به این معنی عزیزان گرامی وقتی که ما میگویم که رب العالمین، العالمین، عالمین جمع عالم است
و عالم در زبان ما و شما هم استفاده میشه. عالم انسان ها، عالم حیوانات، عالم نباتات استفاده میکنیم نه؟ وقتی که ما میگویم رب العالمین، او رب و پروردگار عالمیان هست به این معنی که تنها امو ذات مالک و آقای عالمیان هست، تنها امو ذات مربی و نگهبان و خبرگیر انسان و تمام مخلوقات است، تنها امو ذات فرمانروا و حاکم و مدبر و منتظم هست. به سه معنی این مستحضر کنین در ذهن، به خاطر این که اگر معنای رب که از اینجا قضیه ربوبیت یک قضیه بسیار مهم است، فقط به ما و شما نان نمیته. او سبحانه و تعالی آقای ما و شما هست، مالک او است و خبرگیر او است، نگهبان او است و فرمانروا و حاکم او است. رب العالمین. اگر کسی به این مخلوقات فرمانروایی خود قائم میکنه، ناروا میکنه، رب او است، وی دعوی ربوبیت کرده. فرعونی دعوی که کرده بود و گفته بود که انا ربکم الاعلا، به چی انجام دوچار شد؟ او دعوی باطل کرده بود. رب الله رب العالمین است و او گفت که ما هستیم، فرمانروا ما هستیم، مدبر و منتظم کارای ما باید باشیم و مالک و آقای شما ما هستیم و ما خبرگیری شما را میکنیم. در حالی که رب سه معنا داره. رب العالمین. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استاذ محترم زرگوار، ما اولین معنای حمد گفته بودیم که به معنای تعریف و ستایش است. ما و شما در مورد تعریف و ستایش الله رب العالمین به معنای واقعی امو وقت میرسیم که در مخلوقات الله رب العالمین فکر بکنیم. یعنی مخلوقات است که ما و شما از او اطلاع نداریم، یعنی با امو پیشرفت و با امی تکنولوژی که ما داریم در عالم طب، در عالم نباتات، در بسیاری مخلوقات هنوز و کشف نشده و موجود هست. به همه اینها الله رب العالمین رزق و روزی میدهد، نگهبانی میکنن، خبرگیری داره، تدبیر میکنن، انتظام امور را میکنن. و به هر اندازه که ما علوم طبیعی را، ساینس را بیشتر مطالعه کنیم، به امو اندازه حمد و ستایش واقعی، معنی واقعی چی میشه. کسایی که در علوم طبیعی، در علوم ساینسی هست، طلاب هست یا اساتذه هستن، یعنی اغلبا این کسایی که فی الحال مسلمان نیستن، قلب اونا این گواهی میدهد که یک رب موجود است، این کائنات را تدبیر میکنه، تنظیم میکنه. ما یک جایش خوانده بودیم، شنیده بودیم که کسایی که در ناسا کار میکنه، اغلب اونا اونجا که در عالم بالا میره و در چی، یعنی او وقتی که کائنات را و عظمت و وسعت را میبینه، قلب اونا گواهی میدهد که بدون مدبر نیست، یک منتظم است پشتی و او رب است، رب العالمین، ای که مسلسل کائنات دا وسعت است. والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون، مسلسل در گسترش هست.
لیکن به اونایی چانس نیست که اسلام خود را و ایمان خود را اعلان بکنه. پس این حمد به معنای واقعی حمد او امو وقت میشه که انسان در مخلوقات الله رب العالمین تفکر و تدبر بکنه. به همین خاطر ما یک عادت دیگری که از الحمدلله رب العالمین یاد میگیریم و ای است که مسلسل در علم خود بیافزاییم، مطالعه بکنیم و تفکر بکنیم، مجالس علمی و جلسات علمی را داشته باشیم و بعد از او ای را هم ببینیم که الحمدلله رب العالمین را خود در نماز خواندیم، در هر رکعت خواندیم. آیا اینطور خو نشده که ما از صبح تا به نماز شام ما از بسیاری وسایل دنیا استفاده کردیم، با بسیاری مردم روبرو شدیم، با بسیاری امکانات؟ آیا اینطور خو نشده که ما در این وسایل غرق شدیم و اصل خالق وسائل را فراموش کرده باشیم و بس حمد او را نگفته باشیم؟ عزیزان گرامی، یک عادت را از این جماع باید بگیریم که در هر کار و در هر وقت و در اختتام هر خیر ما باید شکر و حمد الله رب العالمین را بجای بیاریم. و همچنان عادت دیگری که با معنای دوم حمد ارتباط داره که و همان شکر است، این عادت از الحمدلله رب العالمین ما و شما بگیریم. بعد از این نمازایی که میخوانیم باید نعمتها و احسانات الهی را یادآور شویم و بار بار شکر الله رب العالمین را ادا بکنیم، زیرا که یک معنای حمد شکر بجا آوردن است. اگر انسان شکر الله رب العالمین را بجای نه آوره به زبان و به جوارح، این گفته به معنی هست الحمدلله رب العالمین. و بهترین طریقه ادا کردن این حمد که به معنی شکر است ای است که انسان هم به زبان خود شکر الله رب العالمین را بگه الحمدلله رب العالمین، و هم به قلب خود، یعنی الله رب العالمین را مستحضر بکنه، عظمت الله رب العالمین، نعمتهای الله رب العالمین، و هم به جوارح خود. حمد جوارح و اعضای بدن ای است که این مطابق فرموده الله رب العالمین از این کار گرفته شود. پس به امین مفهوم و امین معانی ما و شما انشاءالله من بعدی آیت را میخوانیم در هر نماز. صحیح است که کم چون که زود عادت شدیم الله اکبر الحمدلله رب العالمین ولا الضالین الله اکبر چی نیست، لیکن اگر کمی خود را به اصطلاح چی کنیم، یعنی منضبط بسازیم و خود را عادت بدیم، یعنی در یک هفته دو هفته شما میبینید که بالکل امو در نمازه کیفیت نمازه تغییر بشه، بالکل امو کیف انسان حتی دلش باز نمیشه که زود سلام دور بده. فهمیدین؟ این فقط ای است که چون که انسان باز تفاعل میکنه، این طور نیست که بله به کجا رسیده، امام صاحب چی خوانده، بیشتر مردم میرم نمیفهمه که امام صاحب در نماز چی میخوانه، چون که او تفاعل نداره به نماز. در نماز استاد است و دکانای خود را حساب میکنه یا نمره خود را حساب میکنه اگر محصل باشه، اگر در هر کاری که است با مو کار مشغول است. لیکن این نماز که یعنی اساسی ترین عبادت است در اسلام، اساسی ترین عبادت است. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموده من اقامها فقد اقام الدین، این مظهر تمام عبادات است با شرطی که حقیقی نماز شود، نماز حقیقی باشه، نماز خاصان خدا یک نماز خاص می باشه. الله رب العالمین امون نماز را به ما و شما نصیب فرماید. پس با امی تصور و با امو دعا و ابامو تفکر آیت را بخوانین همه شما. یک بار دیگم
جزاکم الله خیرا. یعنی عملی پریکٹس کمی ضرورت داره. انسان خاصتا که به تنهایی بشینه و باز ایره تکرار کرده بروه و باز یعنی عادتی او میشه، از همینطور زود نمیگذاره از آیات قرآن کریم به او تفکر میکنه. تو ترجمه بکنین الحمد، معنی دومم بگوین نه؟ الحمد لی الله. پس ترجمه مکمل کنین الحمد لله. رب را ترجمه کنین. رب خو پروردگار هست، لیکن سه معنی که ما گفته بودیم، اولینش مالک، دوم سوم نگهبان خدامو مربی و خبرگیر و دمیچی هست. سوم معنی فرمان روا، مدبر و منتظم. این معنی به این خاطر باید در قرآن کریم چند اصطلاحات است عزیزان من. یک اصطلاح رب است، یک اصطلاح اله است، یک اصطلاح عبادت است و یک اصطلاح دین است. این اساسی ترین اصطلاحات است تاکه یک بنده ایرا نمیفهمه دین. از ما شما از اسلام بس زنده باد میفهمه. یک کسی میگوید که نامش اسلام و دین بود، اندیوالش برای صداقت اسلام دین نیز نگفته بود، مردم گفتن زنده باد. زنده باد خو صحیح که چی معنی داره؟ فهمیدی؟ این به این نیاز داره که این اصطلاحات را ما شما بفهمیم. این اساسی ترین اصطلاحات قرآنی است. از او جمله یک رب است. رب به این معنی، یعنی به این معنی که اگر کسی بغیر از او کسی را مالک و آقا میدانه، دعویش معتقدش درست نیست. کسی اگر بغیر از الله رب العالمین کسی دیگری را مربی خود میدانه و باز خبرگیر و نگهبان خود میدانه، مشکل داره. کسی اگر بجز از او که رب العالمین گفته و باز حاکم و فرمان روا را کسی دیگه میدانه، خو مشکل داره. به خاطر مشکل، به چی خاطر مشکل داره؟ به این خاطر که معنی رب را نفهمیده و به قوامیس مراجعه نکرده که به زبان عربی رب چی را میگوید و بس همینطور توتی گونه یک چیزی را یاد گرفته. به همین خاطر این مشکل آمد. الرحمن الرحیم، این سومین آیت به این حساب است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه باشه. به او حساب این سومین آیت می آید. و سوره فاتحه چند آیت است؟ به نص قرآن کریم ولقد آتیناک سبعا من المثانی. و کسی اگر بسم الله الرحمن الرحیم را آیه سوره فاتحه حساب نمی کنه، بازو با غیر المغضوب علیهم وقف میکنه، یک آیت اونجا حساب میکنه. عفوا صراط الذين انعمت عليهم ازین و غیر المغضوب علیهم و دیگه آیت حساب میکنه. ترجمه الرحمن و الرحیم را ما شما در کجا خواندیم؟ این طریقه به یاد داشته باشین که در این متدی است که یک جای که یک ترجمه را یاد گرفتین عین امو مفهوم در اینجا است. امو الرحمن که به وزن فعلان است، دو چی معنی نهفته هست؟ جوش و فوران. در الرحیم تسلسل، دوام. امو معنی اینجا است. لیکن فقط یک مفهوم خدمت شما عرض کنیم در روشنی فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده هست من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نمی کنه، قلب او سخت است، قساوت قلبی داره، لا یرحم، اوم توقع رحم را نداشته باشه، به اوم رحم کرده نمیشه. عزیزان گرامی، این آیت کریمه بر علاوه از مفاهیم دیگه ما و شما را یاد میته که ما و شما امی اخلاقیاتی که قرآن تعلیم او را میدهد او را از آن خود بکنیم که یکی از او شفقت و ترحم به دیگران هست، خاصتا به زیردستان.
و به تمام مخلوق. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارحم بندگان الله رب العالمین، یعنی شفیق، مهربان. و بس صحابه کرام این معنی را یاد گرفته بود. یک بار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پرنده را دیدن که ورخطا پرواز میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کیره جور در کسی برش گفته که چوچهش کسی چوچه او را گرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده که چوچهش برش پس بده. یعنی ترحم و این شفقت عزیزان گرامی این از تعلیمات دین است. ما و شما سخت نیاز داریم در این وقت به این خلق اسلامی عظیم. در دفتر اگر کسی زیر دست داریم و یا در دکان کسی را داریم یا در محل عمل کسی زیر دست ما هست، به او باید ما معامله شفقت و ترحم بکنیم. در بازار که میریم به کسی که روبرو میشیم و از همه بیشتر در خانه‌ای که ما و شما قرار داریم، اینطور نشوه که پدر داخل خانه شوه و کل اطفالی او بگریزه، کسی زیر بالش پت شوه و کسی زیر چپرکت که آل شمشیر برهنه باز نازل شد. یعنی چی معنی؟ خانه که رفتی باید کل اطفال در استقبال تو بیاید، استقبال کنه، کسی یعنی وسایل تو بگیره و کسی چی بکنه. این قسم باشه. در مکتب هم این قسم باید باشه. این غلط رواج شده که استاد یکی نمودار شو بدالس کل مردم میگریزن. این ملک الموت است که مردم از این میگریزن و به افتخارم میکنه. متاسفانه یک استاد بود میگه یک امو آثار مذهب پنجم میگفت که امو مذهب پنجم والا بیاره. یعنی یہ چی معنی داره؟ خصوصا حلقات قرآنی اطفال زده میشه و متنفر میشه از قرآن کریم. اینجا قاری صاحب اگر استن و گپ مرا گوش میکنن از الله رب العالمین بترسن. مردم را از قرآن کریم متنفر نسازیم. این قدر چوبه همراه پایپای پلاستیکی و می که بلا کدام و اجی صاحب هم که طفل خود را میاره برش میگوه به قاری صاحب که استخوانش از ما و گوشه مثلی که به زندان او را آورده باشه. او جلاد است. قاری صاحب که تو را میگوه که این را حواله کردیم گوشش از تو و چی یاد بگیره؟ او خو امو استعداد موجوده خود را از دست میده. ترحم من لا يرحم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی کسی که در مجلس همراهش می بود دلش نمیشد که از اونجا چی شود. مردم در اطرافش جمع میشد، امیطور جمع میکرد مردم امیطور. و با کسی میگفت که احبک یا معاذ، سلمان منا اهل البیت، یه خو فرد خانه ما است، معاذ تو را دوست داریم. و با همین قسم بین رفقا که میره فهمیده نمیشد از تواضعش. اگر یک خانم پیرزن کسی رسول الله صلی الله علیه و در راه استاد میکرد که کار داریم، نمیگفت که ما این قدر بیکار نیستیم که تو مرا استاد کردی، تا که او چی نمیکرد. در حدیث آمده تا که دست رسول الله صلی الله علیه و مقابل رها نمیکرد و دست خود را کش نمیکرد. مردم را میبینید دو کلک میتایی. این سلام است، این سلام است، این خود توهین است. او حرارتی که در سلام آشکار نشه و او سلام نیست، او چی هست به اصطلاح و دیگه متنفر کردن است. من لا یرحم از الرحمن الرحیم، از یک طرف ما و شما امیدوار رحمت الهی هستیم، از دیگه طرف باید این صفت را از آن خود بکنیم و به دیگران رحم داشته باشیم. عزیزان گرامی، بخش دوم درس ما آغاز میشه. همه شما تی پی آی تکرار کنین. و یک از این گروپ یک کسی بخیزه که سیاد داشته باشه و یک مقابله است یک از این گروپ. شما بگوین اول. بشنوید. شما تکرار کنید امرشم.
بشنوید، ببینید، فکر کنید، بگویید، اشاره کنید، دل بگویید. ما شاء الله. جزاک الله خیر. مثل که از اینجا خواندی. این خب من متوجه نبودم که حول ولا قوه. بشنویم. این استاد تصحیح کرده. این مؤلف است در نصاب، خود طبیعی است، تصحیحات خوکاری اینا. یک روز در همون نصاب یک کسی بود چی را گرفته بود، می جواری، میگه بیان که جواری را مراجعه کنیم. اینا مراجعات میکنه، یعنی چی هست ماشاءالله. یعنی بشنویم. این دو کلمه جدید را شما یاد بگیرین. یک کلمه هل است. هل به زبان عربی چی را گفته میشه؟ و کلمه دوم نعم است. ای شما هل بگوین و اینا نعم. هل چی معنی؟ نعم چی معنی؟ بله. این نصف عربی هست. امو عربا که به سعودی و جمعه رفت اونا عربیش تیمود. شغل پی پولوس پی، شغل ما پی پولوس ما پی. این هل و نعم امی قسم عربی هست. یعنی یک یا نعم است یا سوال است یا جواب است. فهمیدی؟ این انشالله چون که استعمال میشه به این خاطر ایرا شما یاد بگیرید. عزیزان گرامی، امروز ما و شما خلاصه تمام عربی میخوانیم. تمام عربی. قرآن کریم هم به زبان عربی هست. این تفاسیری که نوشته شده به زبان عربی هست. کتب فقه قدیم به زبان عربی هست و یعنی کتب تراث ما از اصول کلش به زبان عربی. عربی از سی چیز بیرون نیست. کلی عربی که هست یک چوکات کلان به او جور کنن، دامی تمام عربی یا حرف است یا اسم است یا فعل است. این کل عربی از امی جور شده. مردم عموما به قرآن کریم نمیگه عربی سخت است. شما امروز یک چیزی را یاد میگیرین عربی را که در امروز شما به قرآن کریم برین، ما امروز اسم را میخوانیم، شما 90% اسم را میفهمین در قرآن. فهمیدین؟ پس سی چیز که اولش چی هست؟ اسم. دوم سوم اسم چی هست؟ یعنی او کلمه که نام یک شخص باشه، نام یک جای باشه و یا نام یک چیز باشه و یا صفت اینا باشه. مثلا این پروژکتور این اسم است یا نیست؟ چرا؟ نام یک چیز است نه؟ این سلایت چنجر این چی هست؟ اسم است. چرا اسم است؟ و این موبایل این اسم است. چرا؟ نام یک چیز است نه؟ و مولانا محمد امان رسولی صاحب این چی هست؟ اسم است. نام یک شخص است. کابل اسم است. نام یک جای است. و یا صفت اینها. شما اگر بگوین کابل زیبا هست، این زیبا هم اسم است چون که صفت این چی هست؟ کتاب مفید هست. مفید صفت کتاب شد یک چیز و هم اسم است. فهمیدین؟ حامد قاری هست صفت. یعنی این سه چیز و صفاتی اسم است. اسم از این بیرون نیست. فهمیدین؟ نام یک چیز، نام یک شخص، نام یک جای و صفات اینها. این چی هست؟ این مشکل است. شما باور کنین از انگلیسی آسان است، از چینایی آسان است، از ترکی آسان است، از امی پشتو فارسی آسان است. فهمیدین؟ فعل چی هست؟ او کلمه که یا به شدن یک کار دلالت بکنه یا به کردن یک کار. شدن و کردن. فهمیدین؟ بعضی کار همینطور میشه، یعنی با او متعدی نیست و بعضی افعال متعدی است به کردن نیاز داره.
پس هر کلمه که به شدن یا کردن دلالت بکنه در یکی از زمانه و فعل است. او تفصیلی میآید انشاءالله. و یا حرف است، این هر دو را که یک جای میکنه اسم و فعل را و حرف است. یک تعریفش امی است و آسانش امی است. لیکن امروز ما و شما در مورد اسم صحبت میکنیم. در ما و شما تخته نداریم. در مورد اسم از سه اعتبار صحبت میکنیم. تعریفش خو فهمیدین شما نه؟ سه کنین گاهی اسم عام می باشه، گاهی خاص می باشه. اسم عام و اسم خاص. شما وقتی که گفتین کتابون، یک کتاب یا ابوک، این عام است. عام به این خاطر است که به هر کتاب شما کتاب گفته میتونین به او اطلاقی و میشه. لیکن اگر قرار باشه که شما این عام را خاص بکنین، در ابتدای او الف لام را اضافه کنین، او خاص میشه. کتابون بود، شما او را خاص بکنین الکتابو. لیکن دایی ای تغییر می آیا، الف لام که اینجا بالایش آوردن در او صورت ای دو پیش از بین میره. فهمیدین؟ یک میمانه. مثل که ما و شما دا ابوک گفته نمیتانیم بلکه دبوک میگوین. دا و یک جای نمیشه، امی قسم ال و دو پیش یک جای نمیشه. یعنی کتابون را که ما خاص میکنیم چی میگویم؟ الکتابون. صحیح است؟ کدام صحیح؟ الکتابو. ماشاءالله. فهمیدین؟ شما میبینین این کلمات قرآنی هست. مسلم در قرآن کریم 42 بار آمده. این اسماء عام را ما میخوانیم، شما او را خاص بکنین. مسلمون، مؤمنون، صالحون، کافرون، مشرکون، معلمون، المعلمو. آفرین. دیگه مثالا صاد بزرگوار از صالحو صاد که است، این بعضی دوستا الصالحو گفتن است روب شمسی است. این بعضی دوستا غلطی میکنه. دوستا فهمنده شوه که الصالح نیست، الصالح است. عبدالرحمن نیست، عبدالرحمن. یعنی به این معنی که الف لام دو خوانده نمیشه. خب این مثال ها شما دیدین. لیکن یک کار از وقتی که شما ساده بدون از اینکه اسم را خاص بکنین مسلمون است نه یا مؤمنون است، به خاطر آسانی ما و شما تنوین را نمیخوانیم. تنوین موجود است دو پیش، لیکن مسلم میگویم. مسلم، مؤمن، معلم. یعنی در چی عادی به خاطر آسانی. به خاطر آسانی. فهمیدین؟ خب اولین نقطه شما فهمیدین که تعریف اسم چی بود. دومین نقطه فهمیدین که اسم عام و خاص و عام را شما چطور خاص میسازین. صحیح است؟ سومین نقطه که اینجا در ترتیب دوم آمده، شما اسم مفرد را چطور جمع میسازین. تخته بس فردا اینجا باشه. جمع ساختن اسم به دو چیز میشه. در آخر مفرد شما واو و نون و یا و نون اضافه کنین او جمع میشه. مثلا مسلمون هست، مسلمون، واو و نون ده اضافه کنین مؤمنون، مؤمنون، صالحون، صالحون. و واو و نون چی وقت اضافه میشه؟ وقتی که مفردی او دو پیش داشته باشه. واو نون در جمع چی وقت اضافه میشه؟ وقتی که دو پیش داشته باشه. لیکن اگر اسم مفرد دو زبر و دو زیر داشت، او را با یا و نون جمع میکنیم. مسلمان جمعش چی است؟ مسلمین جمعش چی هست؟ آفرین. این را از چی فهمیدین؟ بخاطر که مفردی او دو زبر داره یا دو زیر داره. سعی کنین این متد آسان ای را میگه که پشتش چی فلسفه کار فرماست
به او شما غرض ندارین، به او کسایی که 8 سال مدرسه خوانده او غرض داره. فهمیدین؟ شما مردم را، عام مردم او وقت نداره، شما فقط به او میگوین که یا و نون جمع او اسم است که مفرد او 2 زبر داره یا 2 زیر داره، و نون در او جمع می آید که مفرد او 2 پیش داره. یعنی مثلا اگر ما به شما بگویم جمع معلمون را جور کنین، معلمون، خو جمع مدرسن را جور کنین، مدرسین، فتح الله علیکم، یعنی موضوع خلاص شد. فهمیدین؟ هر او اسم که 2 زبر یا 2 زیر داشت جمع او به یا و نون می آید، و هر او اسم که او 2 پیش داشت جمع او به و نون می آید. فهمید؟ شما اگر جای مسلمون دیدین، مصلحون دیدین، مؤمنون دیدین، بفهمین که مفرد او مؤمنون است، مصلحون است. فهمیدین؟ و این فلسفه که پشتی چی هست او را میفهمه کسی که نحو خوانده باشه. شما خو را نخوانده، بعد در قصه فلسفهش نباشین، امی باشین که را بفهمین که قرآن را چی یعنی یک تعامل با او کرده بتوانید. خب سومین نقطه ای است که بعضی از نشانه های اسم چی هست. چون که ما شما خو عربی قرآنی میخوانیم، نه هر کلمه که شما در آغازی و الف لام را دیدین فیصله کنین که او چی است؟ اسم است. هر کلمه که در آخری او 2 زبر 2 زیر و 2 پیش را دیدین فیصله کنین که او چی هست؟ اسم است. و هر او کلمه که در آخری او شما و نون را دیدین یا و نون را دیدین یا الف و تا را دیدین، این اسم است. این را میگوید علامات و نشانه های اسم. این فیصدی بالای از علامات و نشانه های اسم است. دیگه اسما ماست، لیکن 90% اسما امی قسم است. فهمیدین؟ اولین نشانهش چی بود؟ دومین نشانه و 3 نشانه دیگه و الف و تا. خب این نشانه ها را که شما چی گرفتین؟ پیش شما در موبایلتان قرآن شریف هست؟ شما سوره فاتحه را باز کنین، همه ایتان سورة الفاتحه را شما باز کنین. باز کردین، خود شروع میکنیم از بسم الله الرحمن الرحیم. خودی با اساسی امی علامات به ما اسم بگوین. الرحمن چرا اسم است؟ آفرین. الحمد چی هست؟ العالمین چی هست؟ خب الرحمن الرحیم خوش. الدین چی هست؟ آفرین. الصراط چی هست؟ چرا اسم است؟ المستقیم چی هست؟ فتح الله علیکم. المغضوب چی هست؟ الضالین چی هست؟ امی طور برین به سوره بقره. ذالک الکتاب. و الکتاب چی هست؟ خو هدن چی هست؟ چرا اسم است؟ 2 زبر داره. عزیزان گرامی، ما به شما میگم که این سیستم هست که در روز اول شما 90% اسما را کشیده میکنید. یک دهقان رم که به این قسم سبق بده، دهقان و قصاب و نجار و اشپز، او در روز اول اسم را پیدا میکنه. این آسان است یا سخت است؟ شما به ما بگو. عزیزان گرامی، غیر حق ما و شما از قرآن دور هستیم. اگر در روز اول شما به این نشانه ها شما میتونین که اسما را پیدا کنین و بسیار فیصدی بالا، علی سخت است، آسان است. ما دیروز فراموش کردیم، ما کار خانگی میتیم، فهمیدین که به شما 10 از ضمائر متصل پیدا کنین. علی که فراموش نکنیم، فردا که بخیر میاین به هر یکی از این نشانی 100 کفایت میکنه که 500 باشه. خنده میکنه، این گپ کم است.
نه شما بالعکس گفتین مثل که. خود چند شما بگوین. استغفر. از آسان و طرف هو سیز این همه در قاعده گیر کرده. خود سیز 10 صحیح شد. یعنی 10 برای تنوین با 2 زبر 2 زیر 2 پیش پیدا کنیم. صحیح 10 برای الف لام و با واو و نون و بیان. شما بس ببینید که چه قسم شما با قرآن کریم تفاعل میکنید. دلی خواهی طور خوانده روان است میگه ما نمیفهمیم. چطور نمیفهمی؟ کمی خو تو بسیار آسان است. کسی که در روز اول با 5 دقیقه اسما را میفهمه ما چرا این مشکل جور میکنیم؟ چرا؟ و یک خدمت شما عرض کنیم، شما وقتی که کسی را به قرآن یک بار چی کردین به اصطلاح وصل کردین، بس وصل است و خود به خود پیش میره. فهمیدین؟ لیکن یکی او را اگر ترساندیم که این نمیشه ولا که شو پدرای ما نکرده ما ولا که از ما شو. فهمیدین؟ خو در اسم عزیزان گرامی یک چی هست که ما شما مثلا اسم جمع و اسم مفرد را ما خواندیم. ما شما هو خوانده بودیم، به او اشاره بکنین. هو بودیم. اگر ما همراه هو مسلمون بخوانیم صحیح است؟ چرا صحیح نیست؟ بله؟ و از چی فهمیدین که این مفرد است؟ ازی فهمیدین نه؟ ازی فهمیدین. و اگر ای طور بکنیم این چی هست؟ اگر همراه هم مسلمون بگویم صحیح است؟ چرا؟ زیرا که ازی معلوم میشه که هم جمع است و مسلمون چرا مفرد است که واو نون نداره یا نون نداره تنوین داره. فهمیدین نه؟ کویت که میرین بخیر عربی را وقت یاد گرفتین. فهمیدین؟ پس اگر ما بگوین هو چی معنی؟ هو چی معنی؟ همراه او مسلمون است یا مسلمون؟ ترجمه کنین هو مسلمون. هم انت انتم انا نحن مسلمتون را انوز نخواندیم و پس باز می آید. هی را خواندیم لیکن او را نخواندیم. عزیزان گرامی خدمت شما عرض کنیم که خلاصه گرامر است امروز که کل عربی یا اسم است یا فعل است و یا حرف است. و امروز ما در مورد اسم خواندیم که اسم یا عام است یا چی قسم اسم عام را خاص میکنیم؟ با الف لام. صحیح است. و چی قسم اسم مفرد را جمع میسازیم؟ با واو و یاون. صحیح شد؟ خلاص شدیم ازی. و علامات اسم چی بود؟ که در آغازش الف لام باشه. سوم واو یاون و الف و تا. این الف و تا باز در جمع مؤنث می آید. مسلمات، مؤمنات، قانتات. فهمیدین؟ او وقت باز می آید تفصیل انشاءالله. یک کسی حدیث شریف را بخوانه. رسولی صاحب تاسو تخکاری خزه زه استاد بیو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتدع قل لهم أن يتفاعل بعض الناس لا يتفاعلون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم يستقبل منه من في السماوات ومن في الارض حتى الانسان بالماء
وفضل الغالب على الغالب كفضل القمر على سائر الكواكب. وكل العلماء ورثوا الانبياء وكل الانبياء لم يورثوا ديارا ولا علما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بخط واحد بحظ. شما میبینین؟ شما نمیبینین؟ شما میبینین؟ این ترجمه را بخوانید. از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید من خودم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند هر کسی که راهی را می‌پیماید جهت به دست آوردن علم و دانش، خداوند راهی رسیدن و به هیچ برایش میسر و آسان می‌سازد و مسلماً فرشته‌ها پر و بال خود را زیر پای طلبگار علم می‌گستراند برای اینکه او در جستجوی علم است، و همچنان همه موجودات ذی روح که در آسمان ها و در زمین اند برای عالم و دانشمند استقبال و آموزش می‌طلبند. حتی ماهی ها در عمق بحر نیز برای عالم و دانشمند آموزش خواهان و طلبگار عفو و بخششند. همچنان فضیلت و برتری علم بر عابد همانند فضیلت و برتری مهتاب بر سایر ستاره ها است. علما و دانشمندان و وارثین انبیا علیه السلام می باشند و انبیا علیه السلام کدام دینار و درهم از خود به عنوان ارث باقی نگذاشتند، بلکه آنچه که از خود به ارث گذاشتند فقط علم بوده و بس. بنابراین کسی که علم را کمایی کند و به دست آورد در واقعیت امر سهم و بهره عظیم و فراوانی را به دست آورده. جزاکم الله خیرا. عزیزان گرامی، در نقاط تربیتی امروز ما و شما فضیلت علم هست. یعنی این فضیلت شما باور کنین که به هیچ وسیله، نه به پول، نه به هیچ چی به دست نمی آید. فقط راه علم را انسان اختیار کنه. و راه علم عزیزان گرامی درست است که بعضی مردم الله رب العالمین قبول فرماید که خود را وقف کردن، در مدارس هستند، 8 سال درس میخوانند و علما حفظهم الله، الله تعالی در علمشان برکت نصیب، خود را وقف کردن، لیکن 100% مردم خوی وقت نداره. لیکن باز هم از این فضیلت برخوردار شده میتونه. یک شخص قصه او را میکرد، پدر ما الله رب العالمین پدر ما مغفرت نصیب کنه و اصحاب لها، او که ما یک پیرمردی را میدیدیم صبح کتاب خود را بسیار ضعیف بود و به مسجد میرفت که پیش مولوی صاحب درس بخوانه. یک کسی برش گفت که کاکا دی وقت خود هیچ یاد نمیگی، میگه ما میخوایم که طالب العلم بمریم، این میخوایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. این هدف ما است. چیز یاد میگیریم یا نمیگی دیگه کف است. عزیزان گرامی، انسانا را خوب بگذارین. چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده خب حق است، نه یک ذره دو شک نیست. ماهی ما و شما را چی میشناسه؟ در حق ما و شما اگر به ایرا رفتیم دعا میکنه، ملائکه به ما و شما دعا میکنه. فلهذا عزیزان گرامی یک موضوع که ایرا ما و شما چی نگیریم، چی نبینیم و با اولاد خود و با هر کس در محیط و محله او را به علم تشویق کنیم. یک موضوع دوم که در این حدیث آمده عزیزان گرامی قضیه مسئولیت است. و ان العلماء ورثة الانبیاء، و بعض انبیاء علیهم السلام در ارث کدام زمین، کدام پول، کدام دینار و درهم نگذاشتن که بگویم که نوح علیه السلام در عراق در موصل 50,000 جریب زمین داره و ابراهیم علیه السلام به فلسطین که آمده بود اونجا زمین خریده بود. نه، نگذاشته. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث چی مانده؟ یک بار در مسجد تشریف فرما بود ابو هریره رضی الله عنه، بازار مدینه قدر درا دور نبود، خوامی مسجد بود، بازار بود.
صداقه مردم میراث تقسیم میشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم. مردم آمدن امام چیزی برسه، گفت که اینجا خو سبق است، خو سبق است. رسول گفت که میراث پیغمبر خو همی سبق است، یعنی همی علم است. عزیزان گرامی این موضوع ساده نیست، این با معیارای مادی پیمایش نمیشه اصلا و بعض خطورت و بزرگی ای را احساس کنن که وراثت انبیا یک چیز عادی خو نیست، یک چیز ساده خو نیست که انسان او را با پیمانه های مادی او را حساب کنه. و باز می فرماید فمن اخذ بحظ وافر، کسی که کم از امی علم به او حاصل شد بسیار سهم بزرگ و نصیب بزرگ نصیبی وش. عزیزان گرامی آله خدمت شما عرض کنیم که بنیادی ترین علم قرآن کریم است. چرا؟ این منبع علوم است، این کلام الله است. جمیع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. خزانه همین جاست، یکی مردم نمیفهمه دیگه گپ است، یکی فهم مردم کوتاهی داره دیگه مسئله هست، و الا خزانه علوم همین جاست. پیش ما شما خزانه علوم موجود است عزیزان گرامی. فلهذا ای هدایت است برای ما و شما، ای قرآن عظیم الشان، ای عزیزان گرامی ای در حقیقت یعنی یک خیر کثیر هست، یک تحفه بسیار بزرگ است. فلهذا او شخصی که از این علم به بهره باشه او محروم است، او جامعه که به بهره باشه او محروم است، او سیستم و نظام تعلیمی که از این علم محروم باشه او محروم است. اگر ما انجینیر و دکتر و اقتصاددان و حقوقدان هستیم، این تایتلا و به اصطلاح عناوین ما است، از این پیش ما مسلمان هستیم، از این پیش ما به قرآن ایمان آوردیم، به قرآن ایمان داریم. چی زیبا هست که هر دکتر ما و عالم به قرآنم باشه، هر انجینیر ما قرآنم بفهمه، هر اقتصاددان ما و قرآن را بفهمه. و به این خاطر ما یک چیز خدمت شما دیگه عرض کنیم، اگر ما و شما یک چیزی را میخوانیم مثلا به یک زبان و فقط به خواندنش اکتفا بکنیم، مثلا خبر را خواندن و ایش نفهمیدین که دو خبر چی بود و هر روزی کار را میکنین، شاید یک روز به خود بگویی که چی نمیفهمیم و خوانده روان است. و این تعامل را ما و شما هر روز به قرآن میکنیم، میگه به ختم بکنیم، صحیح ختم خوب بکن، خوب بفهم که چی ختم کردی، چی را خواندی. و در اخیر باز می قاری صاحب ختمانه میخوانه و مو ختمانه را خوب مردم بفهمن که در ختمانه چی است. الحاق میکنه، الحاق او می الحاقی که میکنی او صورت چی میگویه و تو چی میکنی، یعنی هیچ جور نمی آیا. به این خاطر عزیزان گرامی این قرآن عظیم الشان این حق قرآن است که را بفهمیم. ما ایرا نمیگویم که کل مردم شیخ القرآن میشه، ایرا نمیگویم، لیکن ایرا خامخا میگویم که امام صاحب ما چی خوانده عالی در نماز، او چی پیغام داشت، ایرا خوبه بفهمیم. ما ایرا نمیگویم که کل مردم مجتهد میشه و استنباط میکنه، لیکن این خود ضرور است که بفهمیم که چی پیغام آمده از الله رب العالمین. از کویت اگر کدام خط به زبان عربی به شما بیاید، کویت یا سعودی، از امارات، از دوبی، شما امرای او چی میکنین؟ زیر چی میمانین لحاف که باز ببینیم خودش که میایه باز به ما میگوه که به زبان عربی مگر باشه. اول کار که میکنین به یک کسی میبرین که عربی را میفهمه که عزیزی مرد دینار را حواله نکرده باشه، کدام غلطی نکرده باشه، کدام تحفه انسان چی میشه. خو امی برنامه به زبان عربی آمده، از طرف رب العالمین آمده، ای ارزش نداره که ما بفهمیم که به ما چی گفته، چی پیغام داده. این خو قضیه جنت است، نعمتایی است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت.
چرا ما و شما بی تفاوت هستیم در این مورد؟ و میگویم که قاری صاحب میدانه و قرآنش میدانه، ما خو و مولوی صاحب ما میدانه و قرآنش میدانه. ما خو صاحب دکتر هستیم، پول دلار باید چاپ کنیم، دلار. این چرا این حالت است؟ عزیزان گرامی، ما و شما دیروزم گفتیم، باز میگویم که نسخه های زیادی را ما و شما تجربه کردیم. امی نسخه کامیاب که توسط انسان ها جور شده، بس توسط انسان ها این دنیا جور شده، چرا ای را تجربه نمی کنیم؟ چرا؟ چی معنی است؟ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اول. و این قرآن خودش فرموده لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. ما به طرف شما الیکم، کم شما یاد گرفتین نی؟ کم یعنی الیکم، به مولوی صاحب نی، به همه شما. الیکم فیه ذکرکم، در این موضوعات شما بحث شده، از شما، از جنیات و از پرنده ها و چی است، لیکن اصلا ذکر شما هست. افلا تعقلون؟ بس عزیزان گرامی ای چی هست، لیکن قطعا ایمانا را نداره که ما و شما ثواب تلاوت را نفی کنیم. او خو صحیح حدیث است که هر کس که یک حرفی را میخوانه چند نیکی هست؟ 10 نیکی هست. لیکن به مطلق خواندن تغییر نمیآید. کسی که نفهمه او ثواب بجای خود محفوظ است، الحمدلله. او یک چی، لیکن ای که ما تغییر مثبت را شاهد باشیم در خود و در جامعه و در عالم، بدون از اینکه را بفهمیم نمیشه. فلهذا عزیزان گرامی، چیزی که تیر شد و رفت خیر است، به او به اصطلاح مضا ما مضا، لیکن عالم سری وقت است، عالم سری وقت است. یعنی وقتی که یک انسان به آسانی چیزی را یاد میگیره، چرا وقت نتا؟ چرا وقت نتا؟ یعنی ما او روزم به شما گفتیم، باز میگویم که مثالی همی عدم موجودیت پلان هست. اگر پلان جور کردیم انشاءالله یک وقت خومیه که میفهمیم، لیکن اگر بی پلان باشیم در این مورد معنیش است که اصلا پلان به گرفتیم که یاد نمیگیریم، سب یاد نمیگیریم. و ما باز به شما میگویم که در آغاز هر کار ما مأمور هستیم که بسم الله بخوانیم. و در آغاز قرآن کریم به چی مأمور هستیم؟ شیطان نمیمانه. و وقتی که کسی به قرآن وصل شود، شیطان یک واویلا را برپا میکنه، مثل که غرق شده باشه، به خاطری که او میفهمه که از دست ما رفتی انسان، دیگه زور ما سر نمیچله. بهانه مصروفیت را نکنین. خب دی عالم هیچ کس فارغ نیست، فقط 3 قسم مردم فارغ هستن. یکی در شفاخانه هستن، اونجا او قرار هر چی که باشه او بستر است دیگه، فهمیدی؟ و یک که در قبر هستن، او فارغ است. دی عالم از طفل گرفته تا هیچ کس وقت نداره. اگر وقت نتیم، وقت امیطور چی نمیشه. در دریم را نیر شو بندی خانه کی جزیا فتح الله علیه مال چه در دریم طایفه بسوق دیگه هیچ کس فارغ نیست که شما بگوین که خیر است انشالله 15 سال بعد باز پای دیگه مصروف میشین. فلهذا الله رب العالمین به ما شما توفیق نصیب کنه که صنف را که آغاز کردیم تا آخر برسانیم. ما شما یک تعهد گرفته بودیم، چوکی هنوز خالی هست، یعنی باید او چوکی پر شوه، به خاطر که به هر اندازه که پیام قرآن عام میشه و ما شما ثواب و اجر است. عزیزان گرامی، ما شما امروز در درس دوم و درس اول 27 کلمه را یاد گرفتیم که در قرآن کریم 8438 بار آمده. در 2 روز که انسانی خیر یاد میگیره، خب معنیش است که آسان است. الله رب العالمین به ما شما توفیق خواندن قرآن و فهمیدن قرآن، فکر و تدبر در قرآن و یاد کردن قرآن و باز رساندن این پیام به ما شما توفیق نصیب کنه. اینجا محترم آقا صاحب تشریف دارن، زقاربشان سربرشان فوت کرده، در حق اونا و در حق
تمامی گذشتگان دعا بکنیم. الله رب العالمین برشان مغفرت نصیب فرمایا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم نور قبورهم، اللهم تجاوز عن سیئاتهم، اللهم اکرم نزلهم ووسع مدخلهم. الله رب العالمین مریضان ما و شما را و مریضان تمام اعزای ما و شما را شفای کامل و عاجل نصیب فرماید. کسی اگر محتاج است الله رب العالمین احتیاجش رفع فرماید. کسی اگر هر مشکل داره الله رب العالمین و برکت قرآن کریم مشکلاتشان را حل فرماید. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.